و خداوند می‌فرماید به راستی که من حرفهای شما را شنیدم. و این سفره را از آسمان برایتان میفرستم. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود، او را به چنان بلایی مبتلا خواهم کرد که تا به امروز بر احدی از عالمیان نازل نگردیده. خدای من، خدای من. اینک به نام خدای توانا از این سفره و طعام الهی بخورید. عجب ماهی خوشمزه‌ایه، خوشمزه تر از تمام ماهیایی که توی جلیل گرفتم و خوردم. اسخریوتی خوشمزه است. بخور بیا. نه. پس چرا معطلی اسخریوتی؟ بیا بخور. برای این ماهی ها دیگه لازم نیست پول از کیست خرج کنی. بخور. فکر میکنه این واقعا ماهیه؟ اونم تو این بیابون؟ این ماهیه؟ نه اشتباه میکنید. این خواب و خیاله، این اوهامه. اسمشو بذاریم معجزه. اما از من توقع نداشته باش که این خواب و خیال و اوهامو به عنوان معجزه قبول کنم. مگه میشه وسط بیابون یه دفعه یه سفره پر از ماهی بریون ظاهر بشه؟ معلومه چی میگی؟ نمیشه. نه من که میدونم نمیشه. آره بس کن دیگه. میفهمی